روز 15 ایون پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان را امضا کرد که مهلت بود و باش مهاجران خارجی در دوران پاندمی کرونا ویروس در روسیه درمانده را تا 30 سپتامبر تمدید میکند. برخی امتیازها برای مهاجران خارجی حتی تا پایان سال 2021 دراز کرده شدند. ریاست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی حوزه مختار یهودیان در یک شرح مفصل نقطه به نقطه و بند به بند برشمرده است که برای مهاجران در روسیه بعد این فرمان پوتین چه عوض می شود و چه عوض نمی شود و به همان صورت قبلی باقی خواهد ماند. این فرمان بعد 16 ایون سال 2021 چه تدبیرهای را پیش بینی می کند؟ از 16 ایون سال 2021 مهلت اینها متوقف کرده می شود. یکم، مهلت بود و باش موقتی شهروندان خارجی و افراد بیشهروند در روسیه، مهلت ثبت نام آنها، همچنین مهلت اعتبار ویزا و کارت های مهاجرت. دوم، مهلت اعتبار شهادتنامه های اشتراک کنندگان برنامه پرسلینیه که در خارج قرار دارند و شهادتنامه هایشان تا 15 مارس سال 2020 اعتبار داشتند. مهلت اعتبار RVP یعنی اجازتنامه ها با اقامت موقت و حق اقامت تا 15 مارس سال 2020 اعتبار داشته که این افراد در خارج از روسیه قرار دارند. چهارم، مهلت در خارج قرار داشتن اشتراکچیان برنامه دولتی و اعضای عائله آنها و یا متخصصان بلند اختصاص اگر این افراد در مدت 6 ماه مهلت نهایی برای لغو اسنادشان پیش بینی شده وارد قلمرو روسیه نشده باشند. از 16 ایون تا 31 دکمبر سال 2021 مهلت اقامت یا اقامت موقتی شهروندان خارجی که در قلمرو روسیه زندگی میکنند، مهلت ثبت نام آنها در محل زیستشان، همچنین مهلت اعتبار شهادتنامه های پناهندگان و شهادتنامه ها درباره دادن پناهندگی در قلمرو روسیه متوقف کرده می شوند. یعنی خارجیان در این مدت می توانند برای تمدید زمان ثبت نام مراجعت کنند. چاره‌های موقت نسبت به شهروندان خارجی تا کی عمل می کند؟ چاره‌های موقت نسبت به شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی از 16 ایون سال 2021 تا گذشتن 90 روز از زمان برداشتن محدودیت‌های جاری کننده روسیه در مورد روابط نقلیات با کشورهای آنها عمل می‌کند. رویخط این کشورها را با روز لغو محدودیت‌های حکومت روسیه تصدیق می‌کند. در کدام حالت‌ها شهروندان خارجی می‌توانند برای تنظیم مقام حقوقی خود به مقامات کارهای داخلی مراجعت کنند؟ مهلت بود و باش موقت در روسیه بدون ضرورت مراجعت شهروندان خارجی به نهادهای محلی وزارت کارهای داخله تمدید کرده می شود. از جمله آنهایی که تا 16 ایون سال 2021 ویزا یا سند بود و باش در روسیه داشتند، آنهایی که زمان اعتبار بود و باش موقتیشان بعد 15 مارس سال 2020 به پایان می رسد و مهلت اسناد شهروندان از جانب مقامات وزارت کارهای داخله تمدید شده بود. در کدام حالت شهروندان خارجی باید برای تنظیم مقام حقوقی خود به مقامات کارهای داخلی مراجعت کنند؟ به شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی که تا 15 مارس سال 2020 به روسیه آمده به تاریخ روز 16 ایون سال 2021 دیگر اساس قانونی ماندن در قلمرو روسیه را نداشتند، همچنین آنهایی که با گشوده شدن ارتباط نقلیاتی با کشورشان قلمرو روسیه را ترک نکردند، تا 30 سپتامبر سال 2021 امکان داده شده است که به مقامات وزارت کارهای داخله جهت تنظیم مقام حقوقی خود مراجعت کنند. در صورت مراجعت نسبت به آنها یگان چاره مجبور کنی به مثل بیرون کردن از قلمرو روسیه و منع ورود اندیشیده نمی شود. این امتیاز به خارجیانی که مهلت بود و باش آنها در روسیه به سبب گذشتن 90 روز از صحنه گشوده شدن ارتباط نقلیاتی با کشورشان به پایان می رسد ولی آنها حدود روسیه را ترک نکردند نیز دخل دارد. به خارجیانی که نمیخواهند بود و باش آینده خود را در روسیه قانونی کنند تا 30 سپتامبر برای ترک قلمرو روسیه وقت داده می شود. این چاره‌های موقتی به حقوق و عهده‌داری‌های کارگران خارجی و کارفرمایان آنها چه تاثیر دارد؟ کارفرمایانی که اجازت جلب کارگران خارجی را دارند می توانند تا 31 دکمبر برای گرفتن اجازتنامه کار برای شهروندان خارجی نوابسته از هدف سفر آنها به روسیه مراجعت کنند. برای شهروندان آذربایجان، مولدووا، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین
تو 31 دکامبر سال 2021 حقوق مراجعت برای گرفتن پتنت بدون طلب سر وقت سپردن اوجتا و هدف اعلام کرده سفرشان به روسیه حفظ کرده می شود. به شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همچنین امکان داده شده است که تا 31 دکامبر سال 2021 نوابسته از هدف سفرشان به روسیه قراردادهای کاری و شهروندی و حقوقی بندند. شهروندان خارجی می توانند تا زمان انجام مهلت قراردادهای کاری و شهروندی و حقوقی همچنین زمان اعتبار پتنت و اجازتنامه کارشان از جمله بعد 16 ایون و تا 31 دکامبر مشغول فعالیت کاری شوند. این تدبیرهای موقت محدودیت‌ها نیز دارند. چاره‌های در فرمان نشان داده شده مثل گذشته افرادی را که به امنیت جمعیت و ترتیبات تهدید ایجاد می‌کند در بر می‌گیرد. بعد 16 ایون سال 2021 تجربه حقوقی مربوط به لغو پتنت و اجازتنامه کار و حق اقامت موقتی به شهروندان خارجی داده شده دوام خواهد کرد، ولی به استثنای اساسهای در روسیه بیش از 6 ماه قرار داشتن شهروندان خارجی.